ماساژ. من امروز میخوام یک حرکت توی این ماساژ رو یاد بدم. توی این ماساژ چینیه تحت نظر اکیوپانکچر، یعنی زیر خانواده اکیوپانکچر قرار میگیره و یا اکیوپانکچریست باید این ماساژ رو بدونه. توی این ماساژ ما از نقاط و مسیرهای طب سوزنی یا اکیوپانکچر استفاده میکنیم. امروز من میخوام ماساژ تو اینا برای خلاص از درد سیاتیک رو بهتون یاد بدم که چه کاری میتونیم بکنین شما که تو خونه این که بتونین این درد رو کم کنین برای همسرتون، خواهرتون، پدرتون، برادرتون یا هر کسی که باهاتونه. من این دوست عزیزم ونسا امروز همراه منه. البته ایشون یه کمی درد سیاتیک دارن. Where is your sciatic pain? Can I see? ایشون میگه که در سمت چپشه، در اینجا. در این قسمت درد سیاتیک داره. من قبل از اینکه ایشون بشین توضیح بدم، الان ونسا فکر می‌کنه من دارم چیکار میکنم. اینجا برای بینندگان it's bit new for them, you know. مسیرهایی هست که در پشت ما داریم که میاد میره از قسمت باسن رد میشه میره تا پا و دو تا مسیر داریم که میاد رو شونه ها بعد میره داخل و بعد دوباره میاد از قسمت رون میاد میره مسیرهای کیسه صفراست. اینا رو من روش کار میکنم. Vanessa, can you lay down on the bed, face up? Yeah, please. خب it was this side, yes. این در این سمت درد داره، ولی معمولا اگر کسایی که سیاتیک دارن معمولا درد رو در اینجا میبینن، میره به سمت زانو و بعد میکشه به مچ پا و حتی ما مسیر کیسه صفرا بهش میگیم. اینی که در این سمته. بعضی موقع can you turn toward me please. بعضی موقع ها این درد میاد از اینجا شروع میشه، میاد میزنه میره پایین، میره سمت باز پشت پا، در واقع از پشت میره. این که مسیر ما میگیم مثانه است. Sorry, can I turn you? و بعضی موقع ها یه درد سوم دیگه وجود داره که میاد از پشت میزنه به کشاله ران. Is it painful? Ticklish and painful. Okay. بعد میاد میره داخل و میره از داخل میره سمت پایین. خب اینا رو کسایی که میخواین سیاتیک رو در واقع کمک کنیم به طرف باید اول دست بزنیم ببینیم کدومی که از این مسیر رو درد میکنه. الان مال ایشون is it painful or ticklish? Both. میگه هم دردآوره هم یه ذره هم قلقلک میده. Here? Ticklish or pain? Ticklish, yeah. Here? Pain. یعنی من همین در مسیرش کنار اینا دارم چیز میکنم. Pain? اوکی. این همش داره درد میکشه و تا اینجا پشت. حالا I'm gonna try this side. حالا این برم میریم. Yeah, pain. اینجا دردآوره. برین دو تا ماهیچه هست، در واقع یه مسیر خالی بین دو تا ماهیچه هست. درد میکنه. الان من دست میزنم سفته. It's you know like stiff. Yeah, I know. What about here? معمولا با این سمت هم مقایسه کنم. I bet you headache. اوکی. خب برای اینکه ماساژ رو شروع کنیم ما اول یک کار دیگه که میتونیم بکنیم رو نقاطی که کنار بازو هست اینجاها رو هم فشار میدیم در قسمت درست جایی که آرنج خط خم میشه. در اینجا رو فشار میدیم. من یه ذره ویدیو رو میارم نزدیکتر تا شما بهتر ببینین. نمیدونم چجوری ولی I will try. خب بعد خودم با خودم ببینید الان آرنج ایشون رو من در این قسمت فشار میدم. Is it painful? Yeah. Here? Yes. اینجا هم دردآوره. Here? Yes. بعد میاریم قسمت شونه. قسمت شونه can you raise your shoulder؟ در اینجا که میاره بالا ما دستمونی که اینجوری بذاریم قسمت شونه دو تا چاله است. Is it painful? درد داره؟ ببینید وقتی ما میخوایم سیاتیک رو ماساژ بدیم این قسمت ها رو هم باید ماساژ بدیم.
من خواستم اینو بهتون بگم، دوباره برمیگردونم دوربین سر جاش. ما باید نفر سومی داشتیم، حالا شما با ما اینجوری طی کنید. خب برای اینکه ماساژ بدیم همین نقاطی که بهتون نشون دادم و دستامون و انگشت، شست و اشاره میذاریم توی این نقطه، فشار میدیم. من میگم It's very painful. Not as painful as the first time. نه میگه که دردش رو کم میده، مثل اولش نیست. بعد همین مسیر رو فشار میدیم، هر دو طرف میایم به سمت آرنج. خب Is it painful? ببینید ما فصل تابستون هستیم، مسیر گالبلدر در کنار پاست ارتباط مستقیمی با قلب داره. تابستون فصل قلبه، بنابراین خیلی موقع‌ها دردهای سیاتیک در این فصل شروع میشن. بنابراین خوبه که با ماساژ دادن این مسیرها شما کمک کنین برای اینکه به قلبتون هم فایده برسه. این نشون میده که قلب دچار یک کمبودی هست یا گرفتگی هست. Is it painful? Do you enjoy it? این میگه درد داره و لذت هم در این حال میبره. خب اینا رو که فشار دادیم، من چون نمیخوام خیلی نگه دارم، بعدش I'm gonna massage you more but I'm just gonna to let them know the points and the movements. You don't have to press too hard, right? So you can save your energy. No, I am okay. I am okay. That's my style, you know. بعد اینو که انجام دادیم، خب یه ذره این دست اینجایی که بهتون قبلا گفته بودم LI4 بین دو تا دست اینجایی که باد میکنه رو ما فشار میدیم یه ذره. I'm sure it's painful too. It's okay. Yeah, this one. این مسیر رو کاملا ببین، از این دو طرف میایم اینجا شروع میکنیم، میایم تا شونه رو ماساژ میدیم. بعد کار دیگه که میکنیم can you turn back face down. Okay, face down. I'm going to help you. حواستون باشه اون کسی که مریضه خیلی کمکش کنیم موقعی که میچرخه. بعد حالا پشت رو که ما یه اگزمینی میکنیم. درد داره یا چه؟ Is it pain? No. ببینید بین دو تا اسکاپولا، دو تا استخوان شونه پشت رو اگه نگاه کنین وقتی دستش رو میاره عقب یا حتی اگه دستش رو من خم کنم اینجوری، این میاد بالا، این استخوان اسکاپولا یا مال شونه ترقوبه بهش میگم، نمیدونم. این Is it pain here? No? ولی اینجا اینجوری ما نقطه رو پیدا میکنیم. بین این دوتا شونه رو ما فشار میدیم. اینجا نقطه های از مسیر مستانه ما حالا رفتیم، مسیر مستانه کاملا در پشته. اینا رو پیدا میکنیم و فشار میدیم. بعد همینجوری درست روی استخوان‌های کف ببینین حدود فاصله دو انگشتی از ستون مهره ها. من دو تا انگشت رو میذارم میام پایین همینجوری ببینم کجاها درد داره. نو پین. فاصله دو انگشتی از وسط ستون فقرات. همینجوری میایم تا به قسمت برجستگی باسن برسیم. بعد میایم رو ستون مهره. Is it painful? A little bit. اینجا الان درست رو قسمت در واقع ساکروم یا در واقع قسمت انتهایی ستون فقرات ایشون احساس درد میکنه. کمی فشار میدیم، همینجوری دستامون رو به صورت شست اینجوری نگه میداریم و فشار میدیم رو اون نقاط. میتونیم این دو تا شست هم رو هم بذاریم، یکی دیگه از روش هست. بعد به صورت حرکت دورانی میچرخونیم، دورانی ولی خیلی ریز رو استخوان، رو ستون فقرات. Does it feel good? No pain. I mean, همینجوری دونه دونه میکشین، میایین ستون فقرات رو دونه دونه هی ماساژ میدین. ببین من ممکنه اینجا کمی سریع انجام بدم به خاطر اینکه زمانم محدوده، ولی شما که با یک کسی که سیاتیک دارین کار میکنین اینا رو با آرامش انجام بدین.
بعد کاری که میکنیم کمی اینو ایشون کمرش رو این ور اون ور میکنیم با دو تا دست. برای اینکه ما اینجا رو کار میکنیم که در واقع این مسیرها رو باز کنیم. سیاتیک بزرگترین عصب بدنه که در واقع از انتهای ساکروم شروع میشه، میاد میره در بازن، بعد میاد میره در انتها و پا. و معمولا نشستن زیادکار کامپیوتر و گرفتگی بالا و نشستن روی بازن به مدت طولانی یا مثلا وزنی روش باشه یا مثلا حتی خود حاملگی بعضی موقع ها جای بچه نامناسبه، میره فشار میاره به روی اون ناحیه در واقع ساکروم یا دنبالیچه. در واقع ما اینو همجوری ماساژش میدیم، دستاتون رو به هم بمالیم، بعد بذارین روش گرمش میکنیم اینجوری. ببینید هیچ گرمایی به اندازه گرمای دست انرژی نمیرسونه. یا میتونین ماساژ بدین همینجوری که دارم میگم، هم بدنش حرکت میکنه هم دستتون عقب جلو میشه. بعد میگیرین اینجوری وشکون گرفتن، ولی با همه انگشتا نگاه کنین اینجوری میگیرین وشکون میگیرین. البته ایشون خیلی لاغره، کم دست من میاد. همه این مسیر مثانه رو که گفتم از بالا تا پایین به فاصله 2 انگشت از ستون فقرات رو میگیرین، جمع میکنین، میارین بالا، ول میکنین. It's painful? یا massage time. اگه بگه پینفولی یه ذره همینجوری ماساژ بدین تا اینا باز شه، این گرفتگی های پشت باز شه. Is it better? I hope so. یه کار دیگه هم که میکنین، دست چپ و دست راست رو اینجوری ضربدری میذارین، اینو میذارین روی این قسمت بازن که گیر میکنه. خب اینم میذارین بالا، یه ذره فشار میدین، یه ذره با وزنتون فشار میدین. ببینین یه کاری که میکنین وزن شما با وزن مریض باید یا هم وزن باشه یا کمتر، یا اگه بیشتره دقت کنین که فشار زیادی نیارین. ما اینجوری در واقع داریم ستون فقرات رو اینجوری میکشیم با این فشاری که من یک اینجوری خم میشم و وزن خودم میندازم رو دستم. Is it good? این میگه خوب. همیشه با مریضتون حرف بزنین که کار عجیب غریبی براش انجام ندید. 2-3 بار این کارو میکنیم و ول میکنیم، بعد میایم پاشون رو امتحان میکنیم. بعد در قسمتی که اگه کنار بغل باشه ما اینجاها رو ماساژ میدیم با انگشتان. من همه انگشتان دارم اینجا رو فشار میدم. She had problem here, yeah? It was here, yeah? Left? Here? Here? Okay. میگه این قسمت من اول وقتی یک کسی میگه دردش طرفی قسم مقایسه کنیم با سمت دیگهش ببینید چه فرقی داره. ببینید اون جایی که درد میکنه آیا قلمبه شده، آیا فرو رفته نسبت به قسمت دیگهش. خب بعد یه کاری دیگه که میکنیم باسن رو ماساژ میدیم. باسن اون قسمتی که معمولا بیشترین درد رو داره. بعد ازش هم بپرسین که درد داره یا نه. It's good. ببینیم با کف دستم دارم اینجوری میچرخونم. بعد دستتون رو با آرنج میذارین روی باسن، اینجوری مثل اینکه یه چیزی رو دارین له میکنین، اینجوری میکنین. ما مسیر طب سوزنی رو الان داریم کار میکنیم. Is it good? You have to tip me, you know? بعد با ته آرنجتون آروم میکنیم برای مزیا. این ممکنه خیلی درد آور باشه. Is it bad? Is it good? Not a painful. Oh, okay. So pain is here. الان به من جای پین رو نشون داد. دوباره آرنجتون رو برمیگردین رو اون نقطه که پین میگه هست همینجوری میچرخونید. با بدنتون هم یه فشاری بهش میدین.
یعنی بدن شما هم داره با آرنجتون میچرخه. بدن خیلی کنترل میکنه حرکتاتون رو که در واقع خیلی زیاد و شدید نباشه و از این طرف شما خسته هم نشین. فقط فکر کنی فشار رو آرنجتونه. همیشه دستتون رو مریض باشه. این در واقع تبادل انرژی خودتون به، یعنی چیزی که از مریض میگیرین بهش برمیگرده و اینکه خودتون از لحاظ انرژی هم انرژی مریض رو نگیرین. How does it feel? Good. بعد میرین درست قسمت زیر باسن، جایی که برون میچسبه، اینجا یه نقطه هست، این هم میگیرین همجوری با خود آرنجتون فشار میدین. این مسیر در واقع اگه نگاه کنین مسیر مثانه میاد تا پشت زانو رو نمیکشین، ول میکنین آرنجتون رو، پشت زانو رو در واقع میتونین به صورت کششی کاپ کنین، یعنی مثل بشکن گرفتن ولی بشکن نگیرین، فقط نگهش دارین. ولی دوباره روی رون رو هم باز دو دستی میگیریم. ببینید هم این ور ما یه مسیر داریم که ممکنه باعث سیاتیک شده باشه و هم این طرف رون و هم پشت رون. بنابراین وقتی ما این کارو میکنیم دو تا من دستم داره هر دو تا مسیر رو باهاشون بازی میکنه، بازشون میکنه. میایم اینجا درست در قسمتی که ما چیزو داریم، قوزک پای داخل و بیرون رو داریم، اینجا یه تاندون هست، بین تاندون یه چاله است، این رو میگیریم و فشارش میدیم از دو طرف مثل اینجوری فشار میدیم ببینیم درد داره یا نه. Is it any pain here? A little bit, yeah. ما همجوری باهاش به صورت چرخونکی بازی میکنیم با اون نقطه از دو طرف. ایشون میگه یه ذره درد داره. برای اینکه خم نشین میتونید مدل تایچی بستید، کمرتون درد نکشه. Pain? Good pain though. ببین اینجا من یه قلمبگی پیدا کردم، روش وامیستم، همینجوری دو تا انگشتم اینجوری نگه داشتم روش، آروم ماساژ میدم. این چیزایی اینه که شما اون قلمبگی ها، اون برجستگی ها، اون چیزای عجیب زیر دستتون باید بهش توجه کنین و رونا کار کنین، نه باید همینجوری برین، چون خیلی موقع اشکال سیاتیک از پایینه نه از اون بالا. وقتی میگه پین من همینجا چند لحظه وامیستم. Is it good? کاملا معلومه که اینجا گرفته هست، خودش هم داره درد میکشه، ولی ما اونقدر نمی‌کنیم، فشار نمیدیم که درد نتونه تحمل کنه، ولی در حدی هست که درد رو میفهمه ولی براش خوشایند. به نظر میاد درد سیاتیک ایشون سمت یه مقدار داخل و بیرونه تا اینکه به پشت باشه، مسیر مثانه باشه، بیشتر کیسه صفرا و کبده. حالا با آرنجتون بعد از زانو، درست بعد از روی ماهیچه میذارین و میکشین پایین. میتونی کنار پارم همین کارو بکنی. What's here? Did you feel it? Yeah. Fatty muscle. Are you sure? It's accumulation. اینجا موقعی که ماساژ در واقع این ماهیچه پشت ساق پا شما خیلی ورزش میکنین، این
باعث گرفتگی در واقع خون و انرژی در اونجاست. معمولا اگه نگاه کنی اونجا دست بزنی سفته و درد داره. اونجا جاییه که باید با این توین ماساژ که این ماساژ بدین که باز بشه. قانون مایچه ساختن اینه که شما وقتی عضله میگیرین یا ورزش میکنین مایچه ها معلوم بشه، ولی در حالت عادی مایچه ها شل و ریلکس باشه. خیلی از کسایی که مایچه ورزش میکنن و جیم میرن فکر میکنن مثلا مایچه‌شون در تمام موقع‌ها سفته، این چیز خوبیه. برعکس نیست. شما وقتی مایچه شما خیلی سفته و خودشو ول نمیکنه باعث میشه خون توش نچرخه و این باعث گرفتگی، درد و بعد مشکلات دیگه میشه. بریم یک کار دیگه هم که میتونید کنید، دستاتون رو باز کنین، خب بعد شروع کنین کوبیدنش. من الان خیلی خوب نمیتونم انجام بدم چون این انگشت رو خود من آسیب دیده، ولی نگاه کنین دستا باید باز باشه، انگشت باز باشه، بعد بکوبونین. و همین کارو میکنیم. ببینید سعی کنید به دو تا پا کار کنیم به خاطر اینکه تنظیم و تعادلش به هم نخوره. یعنی در واقع این حسودیش نشه به اون یکی، بالاخره باعث میشه بعداً این یکی دچار مشکل شه. بنابراین به هر دو تا به یه اندازه نه، ولی به مریضه بیشتر، ولی به اون یکی هم برسیم. مثل اینی که وقتی دو تا بچه داریم، وقتی اون که مریضه انقدر به اون برسیم اون یکی توجه نکنیم. باید به اونم توجه کنیم ولی بیشتر توجه کنیم به اون مریضه. ببین کار ما چیه اینجا داریم میکنیم؟ اینی که شل کنیم این مسیر کیسه صفرا و مسیر کبد، که مسیر کبد همونجور که میگم من داخله و مسیر کیسه صفرا از بغله و پشت مال مثانه است. این سه تا مسیریه که در واقع چیز دارن، تاثیر دارن توی گرفتگی سیاتیک. Can you turn toward me, please? Side. And wrist. Okay. This way. This leg straight. این پا رو صاف میکنی. این یکی میاد تو. It's good. بعد این دست رو میاریم این عقب. لگن جلوه. ما شروع میکنیم دست رو میذاریم اینجا. شروع میکنیم در واقع حرکت دادن. Does it feel good? ببینین یه دستمون رو این شونه است، اینو کمی به عقب فشار میدیم، اینو کمی به جلو و از اون طرف پای خود ایشون چون رو زمینه ایشون رو حمایت میکنه که زیادی نچرخه. ما در واقع اینجوری داریم پیچش مسیر رو هم یا این مسیر پشت رو هم باز میکنیم. این برای کمردرد هم خوبه این حرکت. یکی از کارهای دیگه که میتونیم بکنیم اینه که دستان این کار چیزیه، این فن چیز میخواد، تبخر میخواد. ببینید من دستامو اینجوری میکنم، بعد یکی رو میذارم رو شونه، یکی میذارم پشت باسن، بعد اینجوری میچرخونم. این دوتا رو اینجوری لاک میکنم میچرخونم. این یه دفعه بهش چرخش میده. خب میریم. Do you want me to do it on the other side too? It's okay? Okay. It's going to be imbalance. Okay, sure. So, can you face up again, please? کار دیگه که میکنیم اینه که شروع میکنیم در واقع اینو پاتون رو جمع میکنیم ببینیم چقدر جمع میشه. Can you have it like so? This one too? This is the more this is the most that you can have it in your. No, not too much. Just it. Okay. یه کمی پاهاشو جمع کنه، چون اینا که سیاتیک دارن ممکنه تو پر جمع کردن پاشو مشکل داشته باشن. الان ما این چیکار میکنیم؟ یعنی شروع میکنیم اینو اینجوری کردن. ببینید تمام مدت تقریبا درسته که ممکنه کمی درد داشته باشه ولی باید لذت ببره مریض.
Is it good? بعد با دوباره بدن خودتون رو میچرخونید، نه فقط دستا. یعنی بدنتون باید، بدن پرکتیشنر باید کمک کنه. میتونیم چرخش رو دوباره برعکس و اونوری کنیم. اوکی، همیشه هم به پای مریضتون کمک کنیم. این پا رو دوباره میریم بالا، میبریم سمت به اون سمت یک ذره هل میدیم به سمت مخالف، دست مخالف. ما این پا رو یک کمی فشار میدیم، بعد میریم این برم این کار رو میکنیم. بعد همونجور که گفتم دوباره میایم نقاط دست رو بهتون نشون دادم از نزدیک. اینا رو میگیریم فشار میدیم، ببینیم وضعیت مریض چجوریه. ببینید این کارهایی که گفتم همین مسیر رو بالا میریم. این کارهایی که گفتم تقریبا برای کسی که سیاتیک داره روزی یه بار باید انجام بدین، حدود نیم ساعت، و این کم کم باعث میشه هی دردش کمتر و کمتر بشه. برای قسمت روی پا شما میتونیم باز همین قسمت مسیر کیسه صفرا رو در واقع ماساژ بدین، بعد دوباره با همین دست شروع کنیم ضربه زدن. در قسمت کیسه صفرا که در کنارم هست دوباره میتونید همین کار رو بکنید. دستا باز به جور، بعد شلش میکنیم و ضربه میزنیم. ریلکس ریلکس. مطمئن باشین در همه حالتها کسی که مشکل داره و خوابیده ریلکس و آرامش داشته باشه، خودش رو جمع نکنه چون کمکی نمیکنه. خب این خلاصه چیزایی بود که میخواستم بگم. اینا رو تکرار کنین.